نخست وزیر بریتانیا به مکتب برگشت. مکتب‌ها امین هستند. عالی است که محصلین برگشتند. با گفته دانشمندان بریتانیایی در خانه ماندن بچه‌ها نظر به خطر بازکو شدن مکتب‌ها زیادتر است. خطر آنکه کودکان در مکتب بیماری کووید میگیرند و به عاقبت‌های جدی درازمدت آن دچار میشوند فوق‌العاده کم است. دلیل‌های آنکه به مکتب نرفتند به کودکان و برای درازمدت آسیب میرساند بسیار زیاد است. بریتانیا گفت که تمام بچه‌ها به غیر از داخل صنف باید در دیگر گوشه‌های مکتب نقاب پوشند. در فرانسه هم چنین است و کلانسالان و نورسانی از صنف 6 بالا نباید به نقاب گردند. در ایتالیا قبل از باز کردن مکتب‌ها از آموزگاران و شاگردان آزمایش می‌گیرند تا بیمار نباشند. معلوم است که در صورت خروج زیاد ویروس در مکتب باید مکتب یا صنف را بست یا کودکان را در خانه نگه داشت. از زمان اوج گرفتن پاندمی در اسپانیا هفته گذشته بلندترین میزان سرایت دیده شد ولی تلفات بسیار کم است. حکومت گفت ضرور است که مکتب‌ها باز شوند. ما باید به مادران و پدران، پسران و دختران خود و آموزگاران و کارمندان کفالت بدهیم که در محیط امین باشند. متخصصان میگویند تامین کردن محیط امین از ویروس برای کودکان و آموزگاران در صنفخانه‌ها فوق‌العاده مهم است. دلیل ها نشان می‌دهند که سطح سرایت در بین آموزگاران واقعا هم زیاد است. از این رو باید سر محافظت آموزگاران و محصلان اندیشه کنیم، چون با بیرون ماندن 1 میلیون کودک از مکتب ما به بحران آموزشی دچار آمده‌ایم. تعطیل تابستانه هم به پایان رسید و در اروپا در آستانه باز کردن در مکتب‌ها زیاد شدن بیماری عصبانیت را هم در بین مردم منطقه بالا برده است.